وقتی اسم آلبرت اینشتین میاد، خب همه ما یه تصویر مشخص تو ذهنمون داریم. یه نابغه با اون موهای به هم ریخته و معروفش که نماد هوش و نبوغه. ولی چی میشه اگه بهتون بگم داستان اصلی داستان یه کارمند ساده اداره ثبت اختراعه که یه تن کل دنیا رو زیر و رو کرد. تو این برنامه میخوایم این افسانه رو کنار بزنیم و ببینیم واقعاً چه کسی پشت این اسم بزرگ پنهان شده. سوال اصلی ما دقیقاً همینه. آخه چطور ممکنه یه کارمند گمنام توی اداره ثبت اختراع، کسی که حتی نتونسته بود یه شغل دانشگاهی ساده پیدا کنه، یهو بیاد و کل کتاب قوانین کیهان رو از اول بنویسه؟ این داستان یه نابغه است که هیچ کس انتظارشو نداشت. ببینید، تصویری که ما از آینشتین داریم اینه که از بچگی یه غول فکری بوده، از همون اول داشته معادلات پیچیده حل می‌کرده. اما واقعیت ماجرا یه چیز دیگه است. حقیقتش اینه که اون دانش آموزی بود که اتفاقاً با ریاضی کلنجار میرفت. حتی استاداش هم خیلی جدی نمیگرفتنش. دقیقاً همین تضاد بین افسانه و واقعیت کلید فهمیدن نبوغ واقعی اونه. خب پس این نابغه غیر منتظره واقعاً از کجا پیدا شد؟ مسیر زندگیش از یه بچه کنجکاو که دیر زبون باز کرد تا رسیدن به یه کارمند ساده پر از چالش‌هایی بود که راستش هر کس دیگه‌ای جای اون بود احتمالاً ناامید میشد و بیخیال همه چی میشد. فقط به این مسیر یه نگاهی بندازین. خیلی دیر به حرف اومد، بعد از دانشگاه نتونست کار آکادمیک پیدا کنه و آخر سرم مجبور شد به یه کار روتین و اداری تو اداره ثبت اختراعات سوئیس رضایت بده. خب برای خیلی از ما این جور مسیر یعنی پایان رویاهای بزرگ، درسته؟ اما برای اینشتین این تازه شروع ماجرا بود. جالبه بدونین خود اینشتین هم یه جایی اعتراف میکنه که وقتی دانشجو بوده اصلا براش جا نیافتاده بوده که فیزیک چقدر به ریاضیات پیچیده گره خورده. این به ما یه چیزی رو یادآوری میکنه، این که حتی بزرگترین مغزهای دنیا هم با شک و تردید دست و پنجه نرم میکنن. اما بعد یه اتفاقی افتاد، اون هم درست وقتی که هنوز همون کارمند ساده اداره ثبت اختراع بود. یه سال، فقط توی یک سال اینشتین نه فقط فیزیک که کل تاریخ علم رو برای همیشه عوض کرد. به این سال میگن سال معجزه. سال 1905. این سال میدونید یه جایگاه خیلی خاصی تو تاریخ علم داره. بهش میگن انوس میرابلس، یعنی همون سال معجزه اینشتین. سالی که یه ذهن به تنهایی ستونهای فیزیک مدرن رو بنا کرد. فقط تصور کنین، اینشتین تو وقتهای آزادش، یعنی بین بررسی پرونده‌های ثبت اختراع 4 مقاله منتشر میکنه که هر کدوم از این مقاله ها به تنهایی انقدر مهم بود که میتونست براش یه جایزه نوبل بیاره. اثر فوتوالکتریک رو توضیح داد، وجود اتم‌ها رو برای اولین بار اثبات کرد و نظریه نسبیت خاص رو معرفی کرد. همه اینا فقط تو یک سال. و البته میرسیم به معروفترین معادله کل تاریخ، E مساویس با MC2. ببینید این فقط یه فرمول خشک و خالی نیست، این یک کشف بزرگ بود. اینشتین با این فرمول به ما نشون داد که جرم و انرژی در واقع دو روی یک سکه‌اند. یعنی یه ذره کوچیک از ماده میتونه به یه حجم وحشتناک زیادی از انرژی تبدیل بشه. ایده‌ای که نه تنها دنیا رو تغییر داد، بلکه رسما عصر اتم رو شروع کرد. خب سال 1905 اینشتین رو حسابی معروف کرد، ولی خودش میدونست که کارش هنوز تموم نشده. بزرگترین، جسورانه ترین و عجیب ترین ایدهش هنوز تو راه بود. یه نظریه که قرار بود نه فقط فضا و زمان، بلکه خود مفهوم گرانش رو از نو تعریف کنه. حالا بریم به سال 1915. اروپا درگیر یکی از وحشتناکترین جنگ‌های تاریخ، یعنی جنگ جهانی اوله. ولی اینشتین تو برلین وسط اون همه هرج و مرج داشت روی یه ایده کاملا انقلابی کار میکرد. هدفش چی بود؟ درک کردن بزرگترین نیروی عالم، گرانش. خب نظریش چی بود؟ نسبیت عام. اینشتین یه حرف خیلی عجیب زد. گفت فضا و زمان از هم جدا نیستن. اونا مثل یه پارچه 4 بعدی به هم بافته شدن که اسمش هست فضا زمان. بعد گفت گرانش در واقع همون خم شدن این پارچه است. دقیقاً مثل وقتی که یه توپ بولینگ سنگین رو میندازین روی یه ملافه کشیده شده و ملافه خم میشه. ایده فوق‌العاده‌ای بود، واقعاً شگفت انگیز، ولی یه مشکل اساسی وجود داشت. آخه شما چطوری میخواین یه چیز نامرئی مثل خم شدن فضا رو آزمایش کنین؟ از کجا باید بفهمین که خود فضا واقعاً داره خم میشه؟
و اینجاست که هوش اینشتین دوباره همه رو غافلگیر میکنه. راه حلش چی بود؟ یه خورشید گرفتگی کامل. اون پیش بینی کرده بود که گرانش خیلی زیاد خورشید نور ستاره‌هایی که از کنارش رد میشن رو خم میکنه. ولی خب در حالت عادی نمیتونیم اون ستاره‌ها رو ببینیم چون نور خورشید نمیذاره. تنها راهش این بود که منتظر بمونیم تا ماه جلوی خورشید رو بگیره. و دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. سال 1919 یه تیم بریتانیایی به سرپرستی آرتور ادینگتون موقع خورشید گرفتگی کامل دیدن که حق با اینشتینه و نور ستاره‌ها واقعاً خم میشه. نتیجهش چی بود؟ اینشتین یه شبه از یه فیزیکدان محترم تبدیل شد به معروف‌ترین دانشمند کل دنیا. 2 سال بعدش هم که جایزه نوبل رو گرفت. اما این شهرت جهانی یه روی دیگه هم داشت، یه روی تاریک‌تر. همزمان که تمام دنیا داشتن اینشتین رو تحسین می‌کردن، زندگی شخصی خودش پر از تراژدی و تصمیم‌های اخلاقی خیلی سختی بود که تا آخر عمر روی میراثش سایه انداخت. پشت اون چهره معروف و عمومی یه انسان بود که با دردای خیلی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کرد. سرنوشت نامشخص دختر اولش، بیماری روانی سخت پسرش، خودکشی دوست صمیمیش و مرگ همسرش. تمام اون موفقیت‌های بزرگ علمی با هزینه‌های شخصی خیلی سنگینی به دست اومده بود. و شاید بزرگترین چالش اخلاقی زندگیش دقیقاً از دل بزرگترین کشفش بیرون اومد. همون معادله E=mc². این معادله راه رو برای ساخت بمب اتم باز کرد. اون موقع اینشتین از ترس اینکه آلمان نازی زودتر به بمب برسه، یه نامه به رئیس جمهور آمریکا نوشت، ولی بعدها وقتی ویرانی هیروشیما و ناکازاکی رو دید، تا آخر عمر از این کارش پشیمون بود و تبدیل شد به یکی از بزرگترین مخالفان سلاح‌های هسته‌ای. اما داستان اینشتین با مرگش تموم نمیشه. در واقع میراثمون چیزی فراتر از زمانه و ایده‌هاش هنوزم که هنوزه دارن دنیای ما رو شکل میدن. و نکته واقعاً شگفت‌انگیز ماجرا اینجاست. حتی بعد از مرگش تو سال 1955 پیشبینیاش یکی یکی درست از آب در اومدن. انقدر ایده‌هاش جلوتر از زمان خودش بود که دهه‌ها بعد دانشمندای دیگه به خاطر اثبات کردن حرفای اون جایزه نوبل گرفتن. انگار واقعاً آینده رو دیده بود. مثلا چی؟ امواج گرانشی. اینشتین سال 1916 وجودشون رو پیش بینی کرد، ولی تقریباً 100 سال طول کشید تا ما بتونیم کشفشون کنیم. یا مثلا یه حالت عجیبی از ماده به اسم چگالش بوز اینشتین که تو دهه 20 میلادی پیش بینی کرده بود و تازه سال 1995 تونستن تو آزمایشگاه درستش کنن. در نهایت داستان اینشتین به ما یه درس بزرگ میده، اینکه کنجکاوی و قدرت تخیل واقعاً میتونن دنیا رو عوض کنن. و این ما رو میرسونه به یه سوال آخر. به نظرتون اگه اینشتین امروز زنده بود، با اون ذهن کنجکاو و سیریناپذیرش میرفت سراغ حل کردن کدوم راز بزرگ کیهان؟ ماده تاریک، انرژی تاریک و شاید بزرگترین میراثش اصلاً جوابهایی که به ما داد نباشه، بلکه سوالهای بزرگتری باشه که یادمون داد از خودمون و از جهان بپرسیم.